سلام، من فریدون هستم. آموزش پاک کردن کل ایمیل ها به طور همزمان تو این باکس رو میخوام بدم که با هم دیگه چجوری میشه همه ایمیل ها رو یک دفعه یه جا پاک کرد. ایمیل رو با هم کنیم. این قسمت این باکس الان من 677 ایمیل دارم. میخوام ایمیل رو یک جا همش با هم پاک کنم. 677 یعنی اینجا داره نشون میشه. خب یه گزینه اینجا هست، من دارم تصویرش رو بهتون نشون میدم که میاد رو گزینه سوم، این اسکرول لیست شو پیره، اینو میزنید، بعد یه گزینه بهتون میده اوکی میکنید، وای میسید. خب میاد اینجا، دوباره میاد تو این باکستون، وقتی وارد این باکس میشید صفحتون به این شکل تبدیل میشه. وقتی اینجا رو گزینه پایین دیلیت کلیک میکنید که سلکت شه، کلا سلکت میشه. اینجا گزینه میزنید که 677 تا ایمیل سلکت شده، یعنی سلکت همین آبی میشه. بعد میاد گزینه دیلیت رو میزنید، بعد اوکی میکنید، ایمیلاتون پاک میشه کلا هر چی بوده. الان من اوکی میکنم و میبینید که شروع کرد پاک کردن. الان این باکس من شد 0. ممنونم از اینکه همراه ما گوش کردید. مرسی.